آقایون سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. از اونجایی که همه بهم پیام دادن در مورد سرباز نخبه فناور، یکی از متقاضیان سرباز نخبه فناور رو که خودش الان توی این مرحله هستش رو آوردم که با هم دیگه مرور کنیم. حالا چرا اینجوری شد؟ چون که سرباز امری دانش بنیان حذف شد طی یک اقدام انقلابی و راه جایگزینش اینه که سرباز نخبه فناور رو انتخاب کنیم. اول از همه چه فرقی میکنه با امری دانش بنیان و چه شباهتی داره همین چیزی؟ اول اینکه اگر شما بخواید به عنوان نخبگی احراز بشین در طی طرح سید شیرازی، 3 روش احراز وجود داره. یکیش همون روشیه که آقای شایگان توضیح داد. بعدی دانش آموخته خارج از کشوره که فکر نکنم بهش پرداخته باشی. نه، اونو نگفت. دانش آموخته خارج کشور رو اصلا من حقیقتش نمیدونم چی قراره بشه، چون بالاخره شما باید آموزشی رو برین. خب کی تو خارج کشور با خودش احراز میشه بعدش میاد اینجا 2 ماه آموزشی میره بعدش دوباره میگه من برم پروژه رو انجام بدم بیام دوباره دفاع کنم؟ آره اصلا فکر نکنم همچین کاریو کسی بخواد بهش حتی فکر بکنه. خارج کشور کسی هست دیگه همونجا میمونه، احساس میکنم تو این وضعیت. آره سومی دانش آموختگان فناوره که توی این طرح بیشتر روی بحث این که شما توی شرکتی، حالا یه شرکتی رو تأسیس کرده باشین یا عضو هیئت مؤسس اون شرکت باشین یا این که در اون شرکت کار کرده باشین، امتیاز جمع کنید و از این طریق به عنوان نخبه احراز بشین. و روش‌هایی که بشه بر اساس اون امتیاز جمع کرد طبق اون چیزی که توی شیوه نامه طرح سیاد گفته اینه که حالا جدولش هم توی اون در بخش شیوه نامه مشخصه، ولی بخوایم به صورت مختصر بگیم اینه که یا یکی از اعضای مؤسسه اون شرکت فناور باشین، یا مثلا عضو اولین دوره هیئت مدیره شرکت باشین، یا حداقل 3 ماه مدیر عامل اون شرکت باشین، و یا کار کردن تو اون شرکت به صورت تمام وقته. پاره وقت هم نه، تمام وقت. و حالا یعنی بعد یه مدت زمانی اونجا کار کرده باشی. دقیقاً در واقع باید بیمه براتون توسط اون شرکت رد شده باشه، مثل همون دانش بنیان امریه. دقیقاً مثل همون در واقع امریه شرکت دانش بنیانه که توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گذاشته شده اون طرح. یه چیزی شبیه اونه، ولی خب امتیاز بندیاش با اون یه فرق. حالا یه سوال دارم، یادمه که واسه امری دانش بنیان باید تو چقدر یه سال بعد واسه بیمه رد میشد؟ داره امتیازی بود، درسته؟ امتیازی بود، یه سری حداقلا داشت که البته هر سال هم سخت‌تر میشد. نه، عوض میشه، یعنی انگار مودیفای میشه نسبت به حالا شرایطی که داره. مثلا تا قبل از امسا، قبل از 404 شیوه نامه‌ای که بود این بودش که مثلا مدرک تحصیلی تأثیری توی امتیازا نداشت، ولی مثلا برای امسال اومدم اثرش گذاشتم، مثلا 5 امتیاز برای کارشناسی، 15 امتیاز کارشناسی ارشد، اینطوری اینو داشت چیزش کرد. یا مثلا حداقل تعداد ماه‌های بیمه برات باید وجود می‌داشت که تو بتونی توی بحث رقابت حالا با بقیه این کسایی که دارن برای امری دانش بنیان شرکت میکنن بتونی تازه وارد اون مرحله رقابت با اونا بشی. یکی از اون بندها مثلا حداقل 6 ماه بیمه بودش که شما حداقل 6 ماه بیمه رد شده داشته باشی که بتونی رقابت کنی. الان امسال یعنی 4 ماه. ولی اینا که داریم میگیم مربوط به این شیوه نامه نیست، مربوط به همون دانش بنیان که حالا اونم اگه فرصتی بود یه ویدیو در مورد میتونیم بزنیم. آره. فعلا بحث ما بیشتر روی همون، یعنی کلا در مورد همون دانش آموختگی فناوری که شما از این طریق بتونید به عنوان نخبه احراز بشین. که یکی از بندهای نخبگی از طریق طرح سید شیرازی است. نکنین من صحبتی که توی اون دانش آموختگان واسه طرح سیاد می‌کردم، همون دانش آموختگان دانشگاهی داخلی کشور، اون اینجوری بود که تو بعد یا کارشناسی ارشد داشتی یا دکترا، یا مثلا تو حین تحصیلی دکترا بودی یا دکتراتو تموم کرده بودی. ولی یه خوبی که دانش آموختگان فناور داره اینه که تو حتی میتونی کارشناسی باشی، درسته؟ کارشناسی تموم کرده باشی. بله، یعنی مدرک کارشناسی رو داشته باشی. اون موقع بری اقدام بکنی. اینم خیلی جالبه، یعنی کسایی که حتی کارشناسی دارن هم میتونن به این فکر کنن. آره، ولی اون طرح امری دانش بنیان هم کارشناسی ها میتونستن، ولی طی این یه ماه اخیر با توجه به اتفاقاتی که افتاده و اینکه اون چون طرح‌های این که اینا به بخش نیروی انسانی نظام وظیفه ارائه میدن، طرحشون مدت داره، یعنی یه چیز نمیذارن که بگن آقا تا
هر زمانی که بخوایم نیستش، یه مدتی داره و اون قراردادی که بسته بودن از سال 1402 تا 404 به نزدیک 404 که رسید و اتفاقاتی هم که افتاد باعث شدش که یه مقدار این قضیه تقلق بشه و دیگه ظرفیت ندن به بچهای که حالا شرکت دانشگاهان فعال بودن و این قضیه باعث شد که این معاونت علمی فناوری بخواد حالا طرح جدیدی رو ارائه بده به سازمان نظام وظیفه که حالا بر اساس اون چیزایی که من حالا شنیدم این بودش که مثلا بچه کارشناسی دیگه نمیتونن از طریق امری دانشگاهیان اقدام بکنن، ولی تو این شیوه نامه‌ای که واسه نخبگان مونده هستش هنوز از طریق این طریق بچه کارشناسی هم میتونن به عنوان دانش آموخته فناور به عنوان نخبه احراز بشن. عالی. حالا در اینکه امتیاز اون حداقل امتیازی که نیاز هستش که حالا وارد کارگروه بشن، چون میدونید دیگه برای اینکه به عنوان نخبه احراز بشی یا باید امتیازت اونقدر بالا باشه که درجه قبول بشی، مثل همون دانش آموخته داخل کشور که شما به 110 برسی دیگه تمومه. آره. دیگه نیازی نیست وارد کارگروه بشه، ولی مثلا به 80 برسی حداقل وارد کارگروه میشه. درسته. اینجا هم یه همچین حالتی وجود داره. ولی کارشناسی شما باید حداقل 60 امتیاز کسب بکنید. حالا این امتیازها از کجا به دست میاد؟ از مجموع امتیازهایی که از طریق حالا اختراعهای برگزیده شده در بنیاد ملیه که اینا اینکه کمی و کیفی امتیازها تو اون جدول مشخص یا بر اساس فعالیت تو شرکت هاست که اونم یعنی اینکه چه میزان چه مقدار تعداد ماهایی که بیمه براتون رد شده که اونم باز امتیازاش برای هر کارشناسی ارشد مشخصه هر کدوم، و یا جشنواره‌های مورد تایید بنیاد هستش که شما این مقدار رو باید 60 امتیاز حداقل از این 3 تا مورد رو باید کسب کرده باشیم. این یک، و در مجموع یعنی این 60 رو بذاریم کنار، به اضافه اون 60 یعنی 30 امتیاز دیگه شما نیاز دارین که به 90 امتیاز برسه. حالا اون 30 امتیاز رو میتونین از کجا بیارین؟ میتونید از بقیه مجموعه امتیازی مثلا مقاله اینا بدم اوکی. آره مثلا مقاله هستش یا مثلا معدل یا تی اینا هم هستش. خب خوبه. ولی اون 60 امتیاز حتما باید از طریق این 3 مورد کسب بکنید. خب مثلا الان توی اینا اختراع رو حالا ولش کن، من دارم یه چیز عادی در نظر میگیرم دیگه که مثلا شما فارغ التحصیل شدی رفتی سر کار. آفرین. یعنی مثلا 60 امتیازو با کار کردن تو شرکت ها میتونه تو چند ماه بگیره؟ اونو ما میریم سراغ جدول امتیاز. تو جدول ببینیم. اوکی پس اونو جلوتر حالا میبینیم. اوکی. خب بند دوم مربوط به کسایی هستش که مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا حرفه‌ایشون رو کسب کردن. برای اونها هم همینه، باید 60 امتیاز حداقل از همون 3 مورد که اختراعی برگزیده شده بنیاد یا فعالیت تو شرکت‌ها یا جشنواره‌های مورد تایید بنیاد هستش کسب کنن. ولی دیگه 90 میشه 100. ولی آفرین دیگه اون 60 امتیازی که بذاریم کنار، باید حالا 40 امتیاز دیگه کسب بکنن که حداقل به 100 برسه که بتونن وارد کارگروه بشن که اون 40 امتیاز رو حالا اینجا هم اون 40 امتیاز رو یا میتونن از یکی از اون 3 مورد اول که حالا میتونه فعالیت تو شرکت باشه کسب بکنن یا اینکه برن از جای دیگه پیدا کسب بکنن، مثلا معدل مقاله از تی ای اینو به دست بیارن. یعنی اینکه صرفا اینکه مثلا یه نفر ممکنه که اصلا هیچ کدوم از اون مثلا تی ای استاد نداشته باشه، مقاله نداشته باشه، ولی فعالیتش تو شرکت بیش از امتیازو میزنه. آره با استفاده از فقط فعالیت شرکت میتونه 100 امتیاز به دست بیاره. این اوکی، مشکلی نیست. ولی 60 امتیاز حداقل باید از اون 3 مورد به دست بیاره. مورد بعدی برای دانشجوی دوره دکترای تخصصیه که از پیشنهاد رساله دکترا خودشون دفاع کردن و پذیرفته شده. پروپوزال رو دفاع کرده باشه مثل همونه، دقیقاً همونه. و دوباره از همون 3 مورد 60 امتیاز باید کسب کرده باشن، ولی این دفعه به جای 100 امتیاز باید 110 امتیاز از اون مجموعه جدول کسب کنن. آره. بعدی هم دوره دانش آموخته دوره دکترای تخصصیه یا دانشجوی دوره دکترای تخصصی که از پیشنهاد رساله خودشون دفاع کرده باشن. این کسی که پی اچ دی دفاع کرده. بله. اینم دوباره همون 60 امتیاز. این دفعه ولی برای اینا باز بیشتره، یه 10 امتیاز بیشتر میشه، 120 امتیاز. خب این در مجموع برای کسایی هستش که بخوان از طریق دانش آموختگان فناور احراز نخبگی بشن. آره پس حالا این که تا اینجا، حالا بریم ببینیم که اون نسبت به عادی چه فرقایی داره اون بخشایش که توی خود اون جدول امتیازی هستش. درسته؟ بله. آره بریم پایین. بریم سراغ جدول. توی جدول دومی اون بخشی که نوشته فعالیت در شرکت ها. آره.
اونجا بسته به این که حالا شما یعنی کارشناسی هستین، کارشناسی ارشد یا دکترا، ممکنه که متفاوت باشه. یه مورد اولش میزان فروش شرکته، یعنی اون شرکتی توش فعال هستین جزو شرکت‌های فناور هم باید باشه. یعنی حالا یه توضیح هم بدیم در مورد شرکت‌های حالا دانش بنیان. شرکت دانش بنیان بسته به این که حالا چه محصولی تولید میکنن، چه میزان فروشی دارن، تو 3 تا دسته قرار میگیرن. یا شرکت‌های نوپا هستن، خب یا شرکت‌های نوآورن، یا فناور. که این حالا اون چیزی که من چون هر سالم اون شیوه نامه شرکت‌های دانش بنیان ممکنه که عوض بشه. اینو باید برین توی همون سایت مربوط به دانش بنیان که مربوط به شرکت‌ها هستش، میارم اونجا بالا میذارم که اونجا میان مربوط به کسایی که میخوان در واقع شرکت رو به عنوان دانش بنیان ثبت بکنن، میرن حالا اون شیوه نامه رو میخونن. من شنیدم میگم دانش بنیان نوع چند باب باشه. آفرین. اون همچین چیزایی بیشتر میزان فروش اون کالایی که حالا ارائه میدنه. چون شرکت‌های دانش بنیان چجوری احراز میشن بسته به اینکه دارن چه نوع کالای دانش بنیان ارائه میدن. یعنی یه جدولی ارائه میشه، میگن شما این کالا رو داری تولید میکنی یا ارتقا میدی، جزء شرکت دانش بنیان محسوب میشه. حالا قطعا اون کسی که داره واسه این اقدام میکنه شرکت رو پیدا کرده. دقیقاً. شرکت رو پیدا کرده، شما مطمئن شدین که اون شرکت میتونه سرباز فناور بگیره. بله. حالا زیاد رو اون مسئله‌ای نداریم. خب اولین موردی که مربوط به پیدا کردن جمع کردن امتیاز میزان فروش شرکته که به ازای هر 300 میلیون تومان یا هر 3 میلیارد ریال فروش شما 5 امتیاز از شرکت فناور میتونین به دست بیارین. و یعنی هر 300 میلیون 5 امتیاز، مثلا اگه مثلا 900 میلیون باشه شما 15 امتیاز دارید. ولی در نهایت حد اکثر میزان امتیازی که میتونید ازش جذب بکنید 30 امتیاز. 30 امتیاز تا اینجا. میریم سراغ مدت زمان فعالیت به عنوان همکار تمام وقت. یعنی شما رفتین استخدام شدین، حالا تو هر پستی هم از فرقی نداره و داره برای شما بیمه رد میشه. شما به ازای هر 3 ماه که بیمه براتون رد شده باشه توی سایت تامین اجتماعی ثبت شده باشه 10 امتیاز میتونین جمع بکنید. و برای بچهای کارشناسی حد اکثر امتیازی که میشه از طریق فعالیت تمام وقت شرکت جذب کرد 60 امتیاز. برای بچهای کارشناسی ارشد 75 امتیاز و برای دکتر تخصصی 90 امتیاز. و هر 3 ماه 10 هر 3 ماه 10 امتیاز. خیلی کمه. من فکر کردم خیلی بیشتر. آره، مثلا اگه شما توی شرکتی مشغول بشین که فروش بالایی داره و مطمئنین که اون بنده اول میزان فروش شرکت 30 امتیاز رو میگیره، خب تا اینجا یعنی 30 امتیاز از اون 60 امتیاز رو گذاشتین کنار، یه 30 امتیاز دیگه میمونه. پس شما باید 3 تا 3 ماه یعنی در واقع 9 ماه حداقل فعالیت بیمه براتون رد بشه توی سایت تامین اجتماعی توسط اون شرکت که بتونید 30 امتیاز دیگر رو بگیرین، حداقل 60 امتیاز برسه که شما بتونید وارد کارگروه بشین که شما رو به عنوان نخبه حالا احراز بکنن یا نکنن. به خاطر همین حداقل 9 ماه نیازی که فعالیت. من فکر می‌کردم خیلی ایزی تره، یعنی نمی‌دونستم هر ایزی ترش همون امری دانش بنیانه. آها. که اونم نمیشه گفت راحت تره. چرا؟ چون اون یه رقابتی وجود داره، چون هر ماه که درخواستای ارزیابی برای مشغولات توی سایت دانش بنیان ثبت میشه 100 نفر رو انتخاب میکنن. اون رقابتی تره. اون رقابتش سنگین تره. آره. که اونم بالاخره امتیازها باید بالا باشه. یعنی ولی این اصلا این رقابتی نیست. نه این رقابتی نیست، شما فقط برای احراز شدن. امتیاز رو برسی گرفتی آره، رفتی. یعنی شما اگر اعضای کارگروه رو جوری متقاعد بکنید، یعنی بس خب بستگی هم داره که شما مدرک دانشگاهیتون چی بوده، تو چه شرکتی با چه عنوانی و اینکه اونا دارن چه فعالیتی انجام میدن استخدام شدین، اونا تشخیص یعنی جوری با اونا بفهمونی متوجهشون بکنید که اونا تایید بکنن. همین که تایید بشه شما با اون نخبه احراز میشین. حالا نخبه احراز شدین دیگه میرین سراغ دیگه میری دیگه. آره دیگه اوکیه. اما اون رقابتیه. اون 100 نفر فقط هر ماه قبول میکنه. آره. عنوان بعدی که بتونید امتیاز ازش بگیرین عضویت توی هیئت مؤسسه، اولین دوره هیئت مدیره است که 20 امتیاز براتون داره. اگر توی هیئت مدیره به مدت حداقل 3 ماه عضویت داشته باشین هر ماه 4 امتیاز داره و مجموعاً برای فرق هم نداره مدرک تحصیلتون چیه، مجموعاً حداکثر 50 امتیاز میتونید از این طریق به دست بیارید.
اگر مدیریت عامل داشته باشین اینجا حداقل 3 ماه باید باشه و هر ماه هم 6 امتیاز و در نهایت در مجموع 75 امتیاز میتونید از طریق مدیریت عاملی اون شرکت به دست بیارید. برای سایر سمت‌های مدیریتی اونم باز به مدت حداقل 3 ماه باید حتما داشته باشین اون سمت رو و هر ماه 4 امتیاز که این باز هم به تشخیص کارگروهه که آیا سمت شما چه میزان اثر داره توی اون هیئت مدیره و در نهایت دوباره شما 50 امتیاز میتونید از این طریق کسب کنید. این میشه مجموع فعالیتی که میشه توی به وسیله فعالیت توی این شرکت به دست آورد. حالا من دقیقش رو نمیدونم که چقدر این سمت‌های مدیریتی راحت گرفتنشون تو شرکت‌های مختلف، ولی تا اونجایی که من میدونم این یه آدم عادی میتونه اینا رو داشته باشه. اینا میدونیم بیشتر اینجوری که من احساس میکنم بیشتر برای کسایی که دکترای تخصصی یعنی برای کسی که مثلا کارشناسی ارشده یا باید مثلا سخت خودش طرف شرکت داشته باشه یا مثلا خودش با دوستانش مثلا دوره کارشناسی ارشد شرکت تأسیس کرده باشن. آخه اون بعد به فناور برسه همون دیگه، یعنی خیلی سخته. شما یه مدت هم من رفته بودم واسه همین بحث این که شرکت به عنوان شرکت دانشگاه احراز بشه مطالعاتی انجام داده بودم. این هستش که شما حداقل 1 سال یا 2 سال فکر کنم فروش باید داشته باشی. طرف چجوری میتونه؟ آره یعنی خیلی زودتر از اینا مثلا باید اقدام کرده باشی که بازم باید کالای تولید کرده باشی که کالای جزء کالای دانشجویان باشه و معمولا کالای دانشجویان کالایی ان که جو لبه دانشن. آره تویش حالا نمیگم لبه دانش کاتینگ ایجنت اونجوری نه مثلا برای خود ایران یه جور کاتینگ ایجنت که باز اونم سخته، نیاز به سرمایه داره. یعنی اینجوری که حالا من میگم ایده‌ای نداشتم از این، ولی خب تا الان که ساده ترین راهش همون میزان فعالیت توی شرکت دیگه که میگم حداقل پس 9 ماه شما باید بیمه براتون رد شده باشه و اینکه حالا مطمئن باشین که فروش شرکتتون خوبه. یعنی این شرکتی که مثلا نیستش که در حد 10 نفر باشه که فروش اونقدر بالایی هم نداشته باشه، یعنی مطمئن باشین شرکت فروش خیلی بالایی داره، جزو شرکت‌های دانشگاهیانه. از اون جهت شما خیالتون راحته که 30 امتیاز دارین، فقط کافیه که 9 ماه بگذرین و وارد کارگروه میتونین بشین. آره خب حالا دمت گرم یوسف، مرسی. اول از همه این که پس این امریه، چون من شنیده بودم که دوباره قراره برگردونن امریه دانشجویان شرکت‌های دانشجویان، ولی خب اینجوری که حالا انگار آمار گرفتیم از شرکت‌های مختلف، انگار دیگه خود شرکت‌ها نمیتونن امریه بگیرن. درسته؟ ببینید این ظرفیتی که اینا داشته باشن که بخوان در واقع مشمولان سربازی رو جذب بکنن داخل شرکتشون رو، این ظرفیت توسط نیروی انسانی نظام وظیفه داده میشه. یعنی اونا تصمیم گیرنده. اجازه این کارم اونا از بالاخره مقام بالاتر خودشون میگیرن. اون هر چی تصمیم بگیره اینا مجبورن مثلا انجام بدن و عمل بکنن بهش. و به خاطر شرایطی که پیش اومده و اینکه قرارداد اون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم اون قرارداد هم دیگه نزدیک پایانش بود، تمام شده، اینا جوری دیگه گفتن که خب و زودتر این داستانو حالا آخه خبرش بولد شد بعدن یهو ترکون دیگه، همه جا گفتن این چه وضعشه. اون اومد صحبت کرد گفت که نه مثلا قراره که دوباره امریای دانشجویان برگرده، ولی اینجوری که خبرها اومده یعنی فقط واسه یه شرکت‌های خاصی که خودشون می‌خواستن این امریه رو برگردوندن. مثلا برای کسایی که چون از زمانی که شما درخواست ارزیابی میدین تا موقعی که شما میتونید برین دفترچه رو پست بکنید و برگه سبزتون بیاد، یک بازه حدوداً 3 ماهه طول میشه. یعنی شما وارد سایت دانشگاهیان هم بشین مثلا بهتون میگه که آیا اگر شما میخواین اعزام مثلا مهر ماه باشین، فکر کنم باید از خرداد ماه یا اردیبهشت ماه اقدام بکنید برای اینکه ارزیابیتون شروع بشه و بگن که آقا مثلا حالا یا توی اون ظرفیت امری دانشجویان قرار بگیرین یا نگیرین که بعد برین اقدامات بعدی رو انجام بدین. به خاطر همین واقعا خیلی اصلا من حساب میکنم میبینم که خیلی اصلا برنامه‌ریزی کردن واسه همین کار. یعنی یه سال طرف برنامه‌ریزی کرده گفته من مثلا مرداد ماه اقدام میکنم واسه این کار، یهو خبرش میاد که واقعا اصلا همون بچه‌هایی که برای مهر ماه فکر کن پذیرش گرفته بودن، یعنی امیر دانشجویان گفته بود که آره شما اعراض شدید میتونید توی شرکت دانشجویان که خودتون درخواست دادین
وارد بشین و حالا بعد از گذراندن دوره آموزشیش که 2 ماه هستش ادامه فعالیتتون توی شرکت انجام بدین. یک دفعه گفتن که آقا ظرفیت نداریم، ظرفیت نیست، اونا رو پذیرش نکردن، فقط 10 نفر رو پذیرش کردن، اونم تو شرکتایی که بیشترن اکثرا نظامی بودن یا جزء سمتا بودن. آره دیگه. آبان ما هم که گفتن اصلا ظرفیت نداریم. عملا نیست دیگه، عملا اموی دانشمندان هست شده و حالا تا جایی که یعنی واقعا من نمیدونم، چون خیلی هم داریم صحبت میکنیم، بچه‌ها میان پیام میدن و اینا ازم میپرسن که آقا چیکار کنیم، یعنی مثلا امتیازای من نمیرسه یا مثلا حدود 90 اینا، ولی شک دارم به نظرت مثلا من بمونم بعداً یه کاری انجام بدم بفرستم طرف تازه فارغ التحصیل شده، خب میگه که بمونم یه سال دیگه، یعنی اینقدر شرایط جوریه که من بهش میگم آقا اگه میتونی همین الان اقدام بکن، چون نمیدونی که 2 فردا دیگه یهو دیدی که همین طرحم برداشتن، اون موقع واقعا تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. الان اگه مثلا نمیدونم مدت زمان فعالیت تو شرکت هم میرسه به همین فناور، تا موقعی که هست از همین فناورم استفاده کنی. آره اینم هست، یعنی اگر اون حداقل رعایت میکنه، اما مثلا حداقل 4 ماه رعایت میکنه و اگه البته یه حداقل امتیازی هم داره، مثلا حداقل 80 امتیاز، اینا رو اگه رعایت میکنه و از اون طرف هم مهلتی هم نمونده، حالا یه بار اقدام انجام بدین، یه بار درخواست ارزیابی رو بفرستین. یعنی تنها راهی که ممکنه یه کسی که نمیگم حالا واقعا طرف نخبه است، طرف یه ذره مستعد باشه بخواد سربازی رو پوشش بده، تنها راهی که مونده همین سرباز نخبگی، یعنی واقعا بخوان اینم قطع کنن، واقعا آدم دیگه نمیدونه چی بگه. به نظر من این حالا این صحبتایی که میکنین واسه کسی خوبه که مثلا ترم 1 ارشدشه. آره قبول داری؟ دقیقاً. ما الان توی اون شرکتی هم که من الان توش فعالم، هم شرکت دانش بنیانه، این پسر از موقعی که من اومدم گفتش که ترم 2ش بود. آره ترم 2 ارشدش بود و به نظرم تایم خوبیه. چرا؟ چون از این طرف که 2 سال میتونه معافیت داشته باشه، معافیت تحصیلی داشته باشه، بعدش هم که حالا خودش فارغ التحصیل کرد دوباره 1 سال مهلت معرفی داره که میشه 3 سال. عملا اون میزان امتیاز از اون بیشتر، حداقل هم بیشتر جذب کرده مثل به دست بیاره امتیازا و دیگه عملا خیالش راحته. اصلا هم از اون نظر خیالش راحته، هم اگه هم بخواد مثلا از راه مثلا فکر کن فناور نمیخواد اقدام بکنه، از دانش آموخته‌ای میخواد اقدام بکنه، از اونم ولی بازم میدونه تا 2 سال آینده من چه کارایی باید بکنم. مثلا یه کتاب باید بدم، آقا 2 سال قراره یه کتاب بنویسه دیگه، میره با استاد صحبت میکنه، با دانش دکترا صحبت میکنه، آقا اسم منم بزن، یا مثلا میره یه مقاله، مثلا هر کنفرانس بین‌المللی هست شرکت میکنه. حداقل تو یه سال یه کنفرانس، 2 کنفرانس آره با استادش صحبت میکنه، تی ایشون میگیره. آره تی ایشون میگیره. به خاطر میگم اگه مثلا کسی رو میشناسین که اواخر کارشناسیه یا میخواد واسه ارشد بخونه، مخصوصا اون اوایل ارشدشه، خیلی به دردش میخوره. یعنی اگه کسی رو میشناسین به اونا خیلی بگین که آقا همچین طرحی هست اقدام میکنین، چون ما خودمون آخراش فهمیدیم و واقعا الان هم که میبینیم وضعیت چجوریه دیگه. آقایون خیلی مخلصیم، امیدواریم که هر چی سریعتر این وضعیت به حالت استیبلش در بیاد و آره تو جملات خوبه بود که من جلوگیری کنی از این. آره سربازی راحت تموم کنین، سربازی راحت بتونین. امیدواریم که کلا نباشه همچین قضیه. آره مثلا اگه سربازی حرفه‌ای باشه که کسی که ذوقشو داره، این ذوق نظامیگری داره، که با حقوق درستی هم باشه. چون یکی از مشکلاتی که سربازا دارن اینه که حقوقی که تعلق میگیره واقعا حقوق چجوری بگم، حتی اون گذران زندگی هم حتی نیست. آره واقعا. یعنی عملاً دارن بیگاری میکشن. یا حداقل حقوقش درست بشه و حالا یه جوری بشه که شرایط عمرمون الکی تلف نشه، سپری نشه. آره یوسف همش کلمات خوبو گفت. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما هم برق رفت دیگه تا همینجا. مخلص، فدای شما. خدا